بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دلکاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابخش پوزش پذیر. صلوات خدای بر محمد عربی، راهنماینده و بزرگ و سوی. هر دم از ما صد درود و صد سلام، هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و مغفرته. محترم جماعه اهل اسلام، پدران عزیز و برادران نهایت گرامی و ارجمند، دادران شیرین مهربان، بندگان صادق الوعد خدا، امتان ارزنده و با وفای جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. سر اول فرا رسیدن روز بهترین روزها، روز حج المساکین، روز قبول دعا را برای هر یک شما تبریک و مبارکباد میگویم. از درگاه خداوند مهربان خواهان آنم که همه آن نیت‌های خیری که شما در ضمیر قلب داشته باشید، خداوند مهربان برآورده خیر بگرداند. عزیزان گرامی، چون جمعه گذشته به شما وعده کرده بودیم که مولود جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را قرائت میکنیم. مولود البته به همگان ما و شما معلوم است که روز تولد را مولود میگویند. روز مولود جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کی است، در کدام سال است، چه حادثه های رخ داده است. البته امتی که ارزنده باشد، امتی که پیغمبرش را دوست می داشته باشد، امتی که قدرشناس باشد، البته این روزها را می داند و حفظ می کند. در این روزها خیر و احسان ها می کند و سنت های جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را زنده می گرداند. مولود جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کی بود؟ روز تولد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از سال شماره میلادی 571 میلادی بود. 571 20 اپریل سحر دوشنبه بود. تکرار میکنم، 571 میلادی 20 اپریل بود. همان سال را عزیزان گرامی سال فیل هم میگفتند. سال فیل برای چی میگویند؟ 2 ماه پیشتر از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تولد شدن پیشتر 2 ماه پیش یک حادثه عجیب رخ داده است که در قرآن عظیم الشان خداوند مهربان این حادثه را ذکر میکند. حادثه فیل. زین سبب هم این سال پیغمبر صلی الله علیه و سلم را عام الفیل میگویند. 2 ماه پیشتر ابرهه لعنت الله علیه که تمام جزیره العرب زیر دست او بود میگویند، دید که هر سال مسلمان ها به خانه کعبه می آیند، خانه کعبه را طواف میکنند و مردم مکه خیلی فایده های زیاده میبینند. آن ابرهه لعنت الله علیه خواست که خود یک خانه کعبه بسازد، خود یک خانه کعبه بسازد و این را هم ساخت میگویند. یک خانه نهایت زیبا ساخت، از یاقوت و مرجان و طلا و نقره و تمام ستونهایش را هم از طلا کرد. در اون زمان خانه کعبه فقط با یک
خشتی عادی بود، با یک خاک عادی بود، لای عادی بود، لیکن او خانه‌اش را میگویند خیلی زیب و زینت داد و امر کرد که مردم خانه کعبه را طواف نکنند و همان ساخته ابرهه را طواف کنند. لیکن بعضی از مردم این را شنیدند، درون خانه همون ابرهه بول و غائط کردن، میگویند در این خیلی ابرهه در غضب آمد و خواست که همین خانه کعبه را ویران سازد. در روایت ها آمده است که با چندین هزار فیل، بعضی روایت ها میگویند با 10,000 لشکر خودش که نیمی لشکرهایش با فیل بودند، میگویند فیل سوار بودند، خانه کعبه به طرف مکه مکرمه هجوم کرد، میگویند خانه کعبه به راه سپار شد، خواست که همین خانه کعبه ویران سازد. در همون وقت میگویند نگاه و بینی خانه کعبه به عهده حضرت عبدالمطلب بابای جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود و هنگامی که به حضرت عبدالمطلب خبر دادند که ابرهه با فیلهای خودش هجوم دارد، میخواهد خانه خدا را ویران سازد، حضرت عبدالمطلب گفتند این خانه صاحب دارد، صاحب این خانه اش را حمایه میکند گفتند و خویش و تبار خود را گرفتند، اهل و عیال خود را گرفتند، از نزدیکی کعبه دور رفتند. هنگامی که میگن همان ابرهه با همراهی لشکرهایش به خانه کعبه نزدیک شد، خداوند مهربان به رسول ما صلی الله علیه و سلم میگوید در سوره فیل که این سوره را اکثر ما و شما حفظا میدانیم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیا ندیدی ای محمد صلی الله علیه و سلم، ای حبیبی من، که خداوند تبارک و تعالی چیکار کرد به اصحاب فیل؟ البته اصحاب فیل را خدای مهربان چیکار کرد؟ هنگامی که نزدیک شدند به خانه کعبه، خداوند مهربان یک طیرها را، یک پرنده های را فرستاد. میگویند که و ارسل علیهم طیرا ابابیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. یعنی خدای مهربان پرنده های را فرستاد که در همون پرنده ها در منخارهایشان، در دهان خودشان یک تاگی گیل داشتند، در دو پایهای خودشان نیز گیل داشتند که همان گیل را میگویند گیلی از دوزخ بود. میگویند در هر یک تا گیل میگویند نام هر یک لشکر همان ابرهه را نوشته شده بود که خداوند تبارک و تعالی همان پرنده ها را فرستاد. آن پرنده ها آمدند ترمیهم، سنگباران کردند، همان گیل هایی که در منخارهایشان بود و در پنجه هایشان بود پرتافتند و لشکرهای ابرهه، فیلهای ابرهه همه نیست و نابود شدند. آنها را عصف معکول گرداند خداوند تبارک و تعالی. عصف معکول گفته آن چیزی را میگویند که اگر مالها، ما و شما البته همه ما و شما مال داریم، این را خوب میدانیم، اگر تکی پایش رو بسیار مشهور کند همان را عصف معکول میگویند، پس خورده. خداوند تبارک و تعالی تمام فیلهای ابرهه و لشکرهای ابرهه را عصف معکول گردانید. به همان سجیل ها میزدند، سنگباران میکندند، همان سنگ ها میگویند از سر لشکرهای ابرهه میدر آمد و از پایهایشان برآمده میرفت. حتی میگن ابرهه این حالت را دید، گریخت، میگویند به خانه‌اش آمد و زوجه‌اش میگویند این را نقل کرد که تمام لشکرهای من یک پرنده های آمدند که مانند این پرنده ها را هیچگاه ندیده بودیم که وی نه به خوش مانند و نه به دیگر پرنده ها مانند است. یک پرنده های عجیب است و هنگامی که به تریزه خانه‌اش، نه به تریزه همان قصرش نزدیک شد، دید که یک پرنده گشت در هوا و مانند همین پرنده گفت. همان پرنده میگن همون منخارش به ابابیل نوشتگی، منخارش به یک سجیل گرفته گشتگی بود، میگن یک سنگپاره‌ای که زد، میگویند همان ابرهه هم نابود شد. این بود حصه ای که پیش از به دنیا آمدن جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 2 ماه پیشتر این حادثه رخ داده بود. زین سبب هم این سال را عام الفیل میگویند، سال فیل میگویند. هر یک سال